فکر میکردیم که بینماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بینمازی ما را وارد دوزخ کرده است. دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بینماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی‌قدرترین، پلیدترین، افلاس‌ترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. این حدیث پیغمبر خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهدی من، پیمانی من با شما آن زمانی هست، آن زمانی من پیغمبری شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتون نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر. پر از دخترهای بی معنی شدند، پر از دخترهایی که گویم امروز جامعه تاجیکستان فساد دارند. همین تاجیکستانی ما پر شده است. بس است، بگذارین شما زندگیتان زندگی حلال باشد، بگذارین از شما فرزندکای خوب به دنیا آید، شما آینده راحتی فرزنداتان بینید. حبیب خدا میگوید که یستغفر للمرأة المطیعة لزوجها. تماشا کنین، زنی که اگر شوهرش اطاعت میکند، طلب مغفرت میکند از برای او، کی طلب مغفرت؟ الطیر فی الهوا. همین آسمان در کبوترایی که میبینین، آسمان در گنجشکایی که میبینین، همین آسمان در هر پرنده‌ای که نباشد، حبیب خدا میگوید اونها دعا میکنن که خدایا مغفرت کن همون زنی را که شوهرش اطاعت میکند. بین پرنده های آسمان برای که زنی که شوهر اطاعت میکند طلب مغفرت میکند.